سلام، خوش اومدید به اولین ویدیوی من. میخوایم با هم دیگه یاد بدیم چجوری آیاف کسولو رو تو تراریا بذاریم بکشیم، اصلا چجوری بذاریمش اسپانش کنیم. یعنی در اصل دو تا روش داره که الان بهتون یاد میدم. با وسایلهای سادم میکشمش که ببینید اصلا چیز خاصی نمیخواد، فقط یه دونه از اون تنابا میخواد، کمند میگن چی میگن، که یه حالت پلتفرم مانند بسازید که راحت تر بکشیدش، چون فرار باید بکنید از دستش. خب نیاز دارید به 6 تا لنز رو از کجا میارین؟ از اینجا که نه، وقتی که تو چیز میشه شب میشه یه سری چشما میاد، اونا رو اگه بکشید بعضیاشون لنز معمولی میدن، بعضیاشون لنز سیاه میدن، اون معمولی ها بیرنگا. اونا رو شما اگه داشته باشین میتونید که با 6 تاش برید روی این چیزی که رو صفحه میبینید، برید پیش اون از کجا گیر بیارید، یا باید برین توی اینجا این پایماینا، نه ندرا دیگه، ندر نرید، هم پایماینا بگردید هست، یا باید برید پیش اینجا بذار اینجاست. اون اویل بایمتون بستگی داره کدومه، یا کراپشن یا کریمزون باشه خودش داره اینجا یه چیز از همونا داره تو این قارا، کراپشن باشه تو قاراش یه چیز دیگه داره که این بلاک هست، این که رو صفحه می‌بینی این مال کراپشنه، این مال کریمزونه. و اینکه آیاف کسولو رو تو هر دو تا اویل بایوم میشه اسپان، که اصلا فرق نره دنیاتون چجوری باشه. اون یه ماب دیگه بود که اسمش یادم نمیاد، اون مهمه بایومش، این فرقی نمیکنه. و اینکه برای اینکه اسپانش کنید اول نیاز دارید که شب بشه. یه دونه از اینا میتونید درست کنید با 6 تا لنز. چرا اینو خوردم؟ یه سری وسایل میخواید برای درست کردنش که من خدا رو شکر که منتوریم پره. ای بابا، من یه دقیقه اینو مرتب بکنم چون خیلی داره اذیت میکنه. یه دقیقه به علاوه که اصلا این پلتفرم رو چجوری بسه اینو با چوب میسازین. هوا باید بشه ساعت 7:30. چجوری ساعت رو بکنیم 7:30؟ اینو هاش دنبال این بیلبیلکه میگشتم چه من یه دقیقه الان چیز میکنم، میرم میخوابم. ساعت رو چجوری در بیاریم؟ نیمشو تا جایی که من بودم نمیتونین نیمشو در بیارین، پس باید برین ساعت 8 یا بزنین یه خورده از 7:30 بگذره. عرضم به خدمتتون که اینجا یه دونه اینجا توی این بخش علمت اگه بیاره اینهاش این نمیدونم چی اینو میزنید اینجا، این اکسسوریاس و این وسایلا ماینکارد و این کمنده که بهتون گفتم. حالا من مدل معمولیش این ماینکارده، این مدل بنفششو میبینید من با اینم ساختم، یعنی مدل کمنده اینجوری ساختم ولی هوک پیدا کردم، با هوک و فکر کنم سه تا زنجیر که با یه دونه آهن یا لید درست میشه، این درستش کنید. و اینکه الان اگه بخوایم بفهمید ساعت چنده اینو میزنید وا میکنید، اینجا توی قسمت اکسسوری باید ساعت بذارید، اینجا میتونید اینو وا کنید. اگر اکسسوریاتون جاشون پر شد اینو میزنید. چند تا کاراکتر دیگه هم هست، مثلا این، خب این هیچ فرق با باقی نره، فقط این بخشاش تغییر میکنه، این قسمت نمیدونم چیش اینا میمونه سر جاش، نمیخواد عوض کنید. خب حالا من میرم بر فرض مثال الان روی 2 ساعت در نگاه، ساعت زده 5، من میرم میخوابم. یه سری توضیح هم بهتون بدم. آها این چیز نداره، حواسم نیست، این یکی چیز داره، دابل جامپ و این
این ملافظ چیه پرنده. شما میرید میخوابید روی تختم. حالا بعدا بهتون توی ویدیو نشون میدم چجوری درست کنید. خب دیگه این نباید فکر کنم این بهتره برای فایت باش. یویو اگر خواستید میتونید با این درست بکنید، با اون حالا بهتون نشون میدم بعدا چجوری یویو هم درست بکنید. ولی کلا اینو ببند. ای بابا آها با اینه. نور رو تا تحصیلات میکنیم. برو بالا. الان مثلا من میخوام بفهم ساعت چیه. میام سری رو این 1 ثانیه سری نبود ولی میام رو این. نگاه الان ساعت 7. چرا پا شدی بگی بخواب. الان ساعت میشه 8. 1 ثانیه سرعتش فکر کنم 5 برابر میشه وقتی که تخت میخوابه. سرعت گذشته زمان ابرا رو که میبینید سری میرن. الان فکر کنم دیگه شد 7. آره خب شد 8 درصد. و حرکت اگر بکنید در تخت پا میشه یا بزنید رو میخوام همون بخش خواب یا بزنید. آره با موس هم میخوام بزنمش که یه خورده کارو سخت تر میکنه زدنش. چون موقع سگی هست بکنه مثلا فاز دوش. ارزم به خدمتون که یه دونه چست میخواین شما برای زدن این. باز این چست که نه میخواید که یه دقیقه من پیدا کنم. شما اگه بیاین اینجا و این گزینه اینو بزنید این تستک نبود چی اگر اشتباه نکنم میره همش تو چست. نه نمیره. این آها اینو باید بزنید. چی آل این که فلش قرمز داره این بود. اینو بزنید که همش میره تو چست غیر از اینایی که ستاره دار کردید. اینا نمیتونید حذف بکنید و اینکه ستارهشو بعدین بزنید روش ستارهشو میتونید. من تو چست هم نمیتونم کاری کنم. مجون جون رنده مدل 100 تایی آینه ور میداری اصلا ور میداری. خب یه من چجوری اینو الان بزنم. خب الان من با اسلحه‌ای که میخوام بزنم خب اصلا میریم سراغ آرمورای پیشنهادی. آرمورایی که خوبن این زره ها رو رنیون هلمت این با همون اوری که خودش میده میتونید درست کنید به علاوه یه باس دیگه اگه اشتباه نکنم برای ساختش نیازه. اگر اشتباه نکنم اون یکی باس خود با میکینوزون که میتونید باشین زره ها رو درست کنید. یه بیلک قرمز میده که شبیه چرخ اینجوری نور میده. اونا رو میخواید و اینکه میتونید درست کنید. حالا اصلا دفنسشون چنده 6 تا باز نه این دمیجشه. خب 6 تا دفنس 7 تا دفنس این چند تاست. اینم دوباره دمیجشه. آره دیگه 6 تا دفنس چند بود اینا. اینم 6 12 و 7 که میشه 19 تا. 19 تا واقعا 19 تاش. آره دیگه 19 خوبه. اینا هم خودشون دفنس میده. این 4 تا دمیج میده. این خودش 3 تا دفنس میده. این دابل جامپ 4. اینو میتونید تو چست پیدا کنید. اینم یادم نیست کجا پیدا کنم فقط میدونم بود. اینم تو چستا میتونید پیدا کنید. اینم تو چستا. اینم میگه 4 تا دفنس میده. این 4 تا دفنس میده. بود هم متاسفانه نتونستم ارتقا بدم. پس با هم نمیده. از اسلحه ها استفاده نمیکنم. از این استفاده میکنم. از ماجیک میتونید استفاده کنم. مدل رابیش نمیدونم دایمونیش خیلی دیگه این رابیه من نگاه کردم این قوی تر بود دمیجش. حالا نمیدونم دیگه درست نمیکنم اون رابیشا. که ارزم به خدمتتون این ویدیو رو میدید تمامش کنید. خب این چشما رو میگفتم این معمولیشه. فکر کنم چشش این سیاه نمیدونم.
خب اینو ور میداریم. چرا ور نمیداره؟ آها نزدیک نبودم به یک تو گوشیه دیگه. منم این نسخم گوشیه، پس یه دونه کلیک میکنید دیگه، تق میزنید اون اسپانش که اسپان نمیشه. خیلی ممنون. بابا ایمن باید کلیک راست کنیم. بچه چون من جونم زیاده این پارک لنترنا که با لایف کریستال اضافه 400 تا جونتون بیشتر نمیشه، پس میتونید درست کنید. به علاوه اینم چون نمیتونه من دمج بده واقعا چون قویه، اینا رو 50 تا از اینا بکشید از این چشم بوچکا بهتون بنرشون میده که من میبینید اینا هاشون این بنرشه که بگم پسید دارید دمج این ازم خدمتتون. اصل میتونید الان بهتون برای کشکنید. میگم که چجوری به دست برید. صبح هم نباید بشید چون میره که من این بار اسپان کردم صبح شد رفت. برید تو اصل وقتی 1 ثانیه برید توش بیاید 30 ثانیه بهتون حالت ریجنریشن میده. میرید حالا پشتش بخشید جلوش همجوری میزنید، ترجیحاً برید بالا. حالا من الان بلد نیستم با کیبورد از کمند استفاده میکنم. یه نکته ای، این شمشیری که من دارم استفاده میکنم و از یادم نیست با چه اوری فکر کنم نمیدونم یادم نیست با چه فکر کنم با اور شهاب سنگ دیگه ساختم یا ایسته دیگه ساختم. اینو میتونید با اون بسازید. دمیجش 27 دیگه. من رفتم ندر رو اون اورا رو جمع کردم یه کلنگ ساختم دیگه. اون یک شمشیر رو نساختم، گفتم بذار کلنگ بسازم بعدن شمشیرشو میسازم به صرفه تره. اینکه خب این خودش الان دمیجش نگاه بکنید 29 تا دمیجه. 29 چند گفتم نبیشتر. اگر یویو استفاده میکنید یویو میتونید بگیرید اینجوری باید جا خالی بدید، اصلا نباید بذارید بهتون بکنه. میتونید هم بومرنگ استفاده بکنید اما برام مهم نیست، جا خالی نمیدم چون اصلا نمیتونه بزنه سریع پر میشه. اینجوری 2-3 ثانیه روتون وایسه 2-3 ثانیه بمونید زیرش، ولی بعدش جا خالی بدید چون 2-3 ثانیه رو بمونید دیگه یا میان سمتتون. اینجا کمند باید بزنید که حالا من میگم پوچ باشه میدم کدوم باید برم استفاده با هنگی دکتر میبینم رو چه دکتری سته این کمندش ست کردم. اصلا میتونی بزنیش. یه اصلا من پیدا کردم اشتباهی انداختمش رو سطل آشغالی اصلا که بهش باهاش برف شلیک میکرد. با اینم بزنید ماناتون کم میشه بعد زیاد میشه دوباره خودید. شروع دارم میرم او چرخید. خب این چرخ دور خودشو وارد فاز 2 میشه. جونش نسبت بشه. جونش همون 2800 به عبارتی میکنه 1400 نصف جون. 1400 میلیون نصف جون فاز 2 این میگم بگیم وقتی جاپانی میگیم جاپانی نمیخواد بگیم شاید یه ذرم قوی باشه یه ثانیه هم فوقش تو اصل خیلی نمیتونی دمش بزنه. نکتهایی که داره حتما حداقل 400 میلیون بگیرید برای زدن. بچه کینگ اسلایم رو میزنیم احتمالا چیز بعد ویدئوی بعد یا ویدئوی بعد کلا ما تو این کانال موردش اینم ما تو این کانال یا کلش آف کلنز میذاریم یا ماینکرافت سروایول یا هاردکور یا تراریا آموزش های تراریا. این مورد آقا جان بهتون یه مقداری پول میده که داد خوبه. چیا میده 62 تا این داد اینو داد. این تزیینیه دفنسی نداره. تزیینیه که میتونید بپوشیدش. اگر من الان این کله من یه دقیقه نگاه کنید چه در میکنه اینا میده که باش میتونید این وسیله منو درست کنید. میتونید برید پیش گاید ازش بپرسید که چه جوری درست میشه این وسایل. چپ قاطی کردم. الان من میگم آقا جان من میخوام گاید جان این با سرم من اینم درست کردم تخمشو. حالا اینقدر مایکرافت بازی کردیم میگیم تخمشو اسپانگشو همون اسپانگ همون بیلبلکشو اینو درست کردیم. اینم اسپام نش میکنیم. یه جوزن تک چشمه تو بایم برفی اگر شما نکنم باید اسپانش کنیم. اینو تا حالا نکشتم میخوام بکشمش. و علاوه اینکه شما میتونید این بسازید. نمیدونم چی درست نکردم ولی از این شمشا که حالا
این شمشیر رو من میخوام ببینم. بذارید یه دقیقه. این لایف کریستالانا میتونید با زنجیر با 3-4 تا زنجیر درست کنیدش. خب من الان کو اینها نمیشه چیزش کرد. دونه ای برداشت فدا سرتون رو یه ثانیه بشه. گاید جان، گاید عزیز. خب اینم من درست کردم. آخر نفهمیدم من چی علکی درست کردم. اشتباهی هم یه بار خواستم شمشیرش رو درست کنم، چیزش رو درست کردم، چی به ماهیگیریش. الان شما برای ساخت این آرمورها آره از اینا میخواید. این بیلبرک 10 تا میخواد، 15 تا از این شمشیر میخواد با اون 10 تا چیزی که نمیدونم چی. اونا بهتون ویدیوی بعدی یا بعدیش اینا آموزش میدم که چجوری به این باسه بکشم. من یه بار کشتم، باید اون قلبایی توی با این کیلوزو خراب کنی. 3 تا خراب کنی اسپام میشه. هر کدوم هم یه اسلحه بهتون میدن، اسلحه خفن خوب. این یویو با 12 تا درست میشه. زده وسیله‌اش نگاه، این تحتیه یه چیز زده، یه 2 نقطه جلوشه، جلوی 2 نقطه نوشته انویل. یعنی چی؟ یعنی با انویل درست میشه دیگه. چیز دیگه نمونده. ایران براتون سوالی که اینا کجا درست کردم که خیلی خوبه. لعنتی لامصب این خوراک ماینه، بری فقط ماین. با این میخوام یه ماین خفن برم. میتونید ساخت ترجیح بریم پایین از این عمل که تا ویدیو بعدی. خداحافظ. لایک و ساب هم یادتون نره.